بسم الله الرحمن الرحیم. ای مالک، در جلب خوشنودی مردم بکوش که خشم و نارضایتی مردم خوشنودی خواص را از بین میبرد، اما خشم و نارضایتی خواص را خوشنودی عوام و مردم بی اثر می کند. عزیزان نماینده، ما به هیچ عنوان مجاز نیستیم بر اساس سلایق جناحی، گروهی و باندبازی بخواهیم در این تریبون مقدس حرفی بزنیم. هم دوستان اصلاح طلب، هم اصولگرا، هم مستقل، الحمدلله در این مجلس همشون اهل ایمانند، حرفها رو میشنوند، حرفهای دولت رو میشنوند، حرفهای دوستان رو میشنوند و تصمیم میگیرند. لذا من خواهش میکنم مسائل رو به صورت گروهی، سیاسی و اینها قلمداد نکنیم. رأی ما هم در محضر خداست، هم ما در محضر خداییم و هم رأیمان. بنابراین امیدوارم خداوند اونچه خیر است بر زبان ما جاری بکنه و اونچه خیر مردم و کشور هست بر قلم و دل نمایندگان عزیز. جناب آقای پزشکیان، من میخوام یک کمی از شما دفاع کنم. حقیقتا گزارشاتی که به حضرت عالی میدن جناب آقای پزشکیان گزارشات غلطی است. بدهی دولت به شرکت‌های خصوصی، بدهی دولت به تأمین اجتماعی، بدهی دولت به پیمانکاران راه‌ها جناب آقای پزشکیان سابقه 10 ساله داره. کی به شما گفته اینها میراث آقای رئیسی و دولت قبلی است؟ جناب آقای پزشکیان به شما گفتن پول نداریم، اشتباه گفتن. من به شما تبریک میگم، خدا قوت میگم. میزان صادرات شما در امسال نسبت به سال قبل 17% صادرات غیر نفتی افزایش پیدا کرده. کسری تراز تجاری شما آقای پزشکیان نسبت به دولت قبل در همین زمان 2 میلیارد کاهش پیدا کرده. من از آقای عطابک هم تشکر میکنم. پس شما همین امروز نسبت به سال گذشته در این زمان ارز بیشتری دارید. میگن شما پول ندارید، برای 1 میلیارد دلار کالابرگ رفتید از صندوق توسعه پول گرفتید. اینها گزارشات دیوان محاسباته. جناب آقای پزشکیان، شما همین الان 285,000 تومان که البته امروز شد 295,000 تومان رسوب در حساب سازمان ها دارید. 295 بله همت، عذرخواهی میکنم. 88 همت از این اعتبارات تملک های سرمایه‌ای است که جناب آقای همتی میگن ما رفتیم اوراق چاپ کردیم که بدهی بدیم. جناب آقای پزشکیان، شما 40 همت از بانک مرکزی استقراض کردید در حالی که 295 همت الان در حساب هاست. اگر شهرداری ها بدانند که در حساب ادارات کل دارایی ما از 1000 تا 1500 میلیارد پولی که مال شهرداری ها از سهم ارزش افزودشون هست همچنان رسوب شده، چه خواهند گفت؟ جناب آقای پزشکیان، اینها بر اساس ماده 3 قانون برنامه، ماده 118 تبصره ذیل ماده 40 قانون محاسبات عمومی، بند ت تبصره 8 قانون بودجه، بند دال و هی ماده 28 قانون الحاق 2، ماده 90 قانون محاسبات عمومی و قانون تشکیل وزارت اقتصاد با شخص جناب آقای همتی است. اگر شما پول ندارید بس اینها چیه؟ به شما گزارش غلط میدن، میخوان کشور رو به انسداد بکشونن. همون حرفی که بنده دوستان صبح صحبت نکردم. چرا؟ چون گفتم ممکنه آقای همتی چیزی بگن، بنده شرعاً باید بیام دفاع کنم، اما دیدم ایشون همچنان بر مذاکره و رفع تحریم به عنوان تنها راه خلاف نظر رئیس جمهور تاکید دارن. ایشون هیچ راهی نداره. اما در مورد ارز جناب آقای پزشکیان، ارزها کجا رفته؟ امروز ما نسبت به سال گذشته 2 میلیارد دلار کسری تجاریمون کمتر شده. جناب آقای وزیر نفت مصاحبه کردن، گفتن ما در دیما رکورد صادرات نفت رو در بعد از انقلاب شکستیم. ما بازم خدا قوت به شما میگیم. جناب آقای پزشکیان، اینها گزارشات منابع و مصارف تا امروزه. کل کسری بودجه شما کمتر از پولی است که الان رسوب شده.
اما ارزها کجا رفته؟ من توضیح میدم. وقت نیست در مورد بورس و مالیات و اینها بگم، فقط ارزو میگم. جناب آقای پزشکیان، جناب آقای همتی، شما عضو هیئت عالی بانک مرکزی هستید. رئیس بانک مرکزی رو شما پیشنهاد میدید. نمایندگان عزیز، آیا کسی باور میکند دور یک میزی که 10 نفر نشستن، 7 نفر اونها به طور مستقیم و غیر مستقیم توسط وزیر اقتصاد تعیین میشن و وزیر اقتصاد عالی ترین فرد دولت در اونجاست، بعد بیایم بگیم بانک مرکزی به حرف ما نمیکنه؟ این بیشتر به یک جوک شبیه جناب آقای همتی. ضمن اینکه تمام سیاست‌های ارزی در این اخیر در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بسته شده، نه در بانک مرکزی. اما جناب آقای همتی، چرا ارزها برنگشت؟ من توضیح بدم. بانک مرکزی با مجلس 5 ماه 4 ماه پیش تفاهم کرد. دوستان اومدن گفتن آقا فاصله بین نیما و ارز آزاد داره رانت ایجاد میکنه. گفتیم اشکال نداره، ارز آزاد رو بیاریم پایین. گفتن ما نمیتونیم، ارز نیما رو باید ببریم بالا. گفتیم تورم چی میشه؟ گفتن ما خیلی آرام ارز نیما رو به سمت بالا حرکت میدیم. این توافقی بود که ما در مجلس با وزیر اقتصاد با بانک مرکزی انجام دادیم که هم ارز از بالا سرکوب بشه، هم از پایین تدریجی. با فشار شخص آقای همتی و برخی دوستان در دولت یک مرتبه تصویب می شود سامانه ارز توافقی. سامانه در جلسه هیئت دولت بحث میشه، میگن آقا کسی مصاحبه نکنه، اگر مصاحبه بکنید ارزها بر نمیگرده. آقای همتی همون روز توییت میزنه، همون روز میگه ما توافق کردیم که سامانه ارز توافقی انجام بشه. در 24 آذر بانک مرکزی اعلام میکنه بازار ارز توافقی در روز پنجشنبه ساعت 2 بعد از ظهر، جمعه تعطیل، شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه بانک ها به خاطر برق و انرژی تعطیل. عزیزان چه اتفاقی افتاد؟ چه اتفاقی افتاد؟ بعد از 5 روز باز کردن ارز توافقی رو. فقط بگید خودشون بیان بگن آقای همتی آیا ارز پتروشیمیا اومد؟ آیا ارز پالایشیا اومد؟ آیا ارز فلزات اومد؟ ارز چند تا صادر کننده جزء آوردید، کشف قیمت کردید. جناب آقای همتی اینقدر نگویید ما برای کاهش رانتی کارا رو کردیم. امروز رسانه ها دارن از آقای همتی فردی در برابر راندخواران نام میبرن. الحمدلله دوستانشون هم ما رو متهم کردن. جناب آقای همتی من از شما سوال میکنم، 3 میلیارد دلار ارز و پالایشی ها و فلزیاتی ها نیاوردن. این 3 میلیارد من لیست شرکت هاشم دارم دوستان، همه شرکت های دولتی و خصوصیه. اولینش مثل شرکت ملی مثل ایرانه. اما چرا این 3 میلیارد رو نیاوردن؟ چون شما بهشون گفتید 2 هفته دیگه، 3 هفته دیگه ارز شما رو با 10 تومان بالاتر میخریم. چرا بیارن؟ کدام تفکر اقتصادی میگه وقتی تو ارز تو میتونی 1 هفته دیگه 10 تومان 20 تومان بالاتر بفروشی بدی به دولت؟ جناب آقای همتی عزیز، میدانید این کار شما باعث شد که میزان ورود ارز به نیما از 200 میلیون یورو دلار در روز به 20 میلیون رسید.